قطعاً تو هم تو این موقعیت بودی که خیلی دلت میخواسته با یکی حرف بزنی و اینجوری شروع کردی: سلام، خوبی؟ بعد رفتی سراغ سوالای رایج مثل چه خبر؟ سلامتی؟ کجا کار میکنی؟ فلان جا. و خیلی سریع به یه سکوت عجیب غریب و کشنده رسیدی. منم خیلی تجربهش کردم، توی سر کار، توی فامیل، یا حتی پیش پارتنرم یا کسی که خیلی دلم واسش تنگ شده و بدجوری میخوام باهاش حرف بزنم ولی حتی نمیدونم چی باید بگم. اما فرض کن بتونی با هر کسی صحبت کنی و هیچ وقت چیزی برای گفتن کم نیاری. ببین، بخوایم واقع بین باشیم، ما هممون یکم اضطراب اجتماعی داریم و این باعث میشه مکالمه هامون عجیب غریب جلو بره. اما سطحش فرق میکنه. یکی راحت میتونه پیشرفت بکنه و یکی مثل من آروم آروم با روشای خودش باید بتونه مسئله رو حل بکنه. من 3 کار انجام دادم که تونستم خیلی راحت تر باهاش با بقیه ارتباط بگیرم که تو این ویدیو میخوام به تو هم بگم تا تو هم از شر این نبودن موضوع برای حرف زدن خلاص بشی. من اولش خودم رو خیلی سرزنش میکردم و میگفتم خیلی خجالتیم، اعتماد به نفس ندارم، از نظر اجتماعی ضعیفم. ولی وقتی با کسایی که راحت بودم وقت میگذروندم، همه چیز برعکس بود. واسه همین از خودم پرسیدم چرا اینجوریه؟ مگه من 2 شخصیت مختلف دارم؟ متوجه شدم حتی یه آدم درونگرا مثل منم 2 شخصیت مختلف نداره. مشکل حتی اعتماد به نفس هم نبود، فقط مهارتشو نداشتم. باید هنر گفتگوهای کوتاه و اجتماعی رو یاد میگرفتم. اینم یه مهارته، مثل مهارت ساز زدن یا شعر نوشتن. با تمرین و تکرار میشه توش پیشرفت کرد. پس با یه سری آزمون و خطا و مشاهده کسایی که بهتر از من اینو بلدن، فهمیدم فقط 3 کار لازمه تا با هر کسی راحت صحبت کنم و هیچ وقت چیزی برای گفتن کم نیارم. پس خیلی سریع شروع کردم. کار اول، سوال بپرس. فرض کن کسی بگه قرار آخر هفته برم استخر. تو میتونی بگی اوه چه جالب، بعد خیره بشی به هوا و به صدای سکوت گوش بدی. نه، تو باید به جاش یه سری سوال هدفمند بپرسی و اون شخص رو به ادامه بحث دعوت بکنی. مثلا بپرسی کدوم استخر میری، یا چند وقت استخر میری، سونا بیشتر دوست داری یا جکوزی. این خودش کم کم بحث رو خیلی طبیعی ادامه میده و شاید حتی به خاطرات استخر رفتن ختم بشه. لازم نیست تو حتما به استخر یا شنا علاقه داشته باشی، ولی با این سوالا به طرف نشون میدی که به صحبتاش علاقه داری و از این مهمتر به جای یه سکوت مزخرف تو قدرت اینو داری که با سوالات بحث رو ببری به سمت چیزایی که میخوای. چون کسی که تو مکالمات بیشتر سوال میپرسه معمولاً کنترل بیشتری روی مکالمه داره. کار دومی که باید انجام بدی گوش دادن و اهمیت دادن هست. ما به اشتباه فکر میکنیم برای بازموندن سر صحبت باید بیشتر حرف بزنی، در صورتی که برعکسه، باید بیشتر گوش بکنی. این مثل همه پارادوکس‌های زندگیه. درستش اینه که به طور فعال گوش بکنیم و هیچ کار دیگه ای نکنیم، چون ذهن ما بازیگوشه و سریع منحرف میشه، میخواد سریع جواب آماده بکنه. اما همین باعث میشه تو چیزایی رو بگی که ربطی به مکالمه ندارن و هیچ کمکی به ادامه صحبت با آدما نمیکنن یا حتی ممکنه بی ربط باشن. ولی اگه دقیق گوش بدی میتونی مکالمه ای رو ایجاد بکنی که برای همه جذابه و یه جورایی همه دوست دارن باهات صحبت بکنن. یه جمله‌ای هست که میگه اکثر مردم با هدف فهمیدن گوش نمیکنن، با هدف جواب دادن گوش میکنن. تو این آدم نباش. تو باید بتونی به شخص مقابل این حس رو بدی که داری بهش توجه میکنی یا برات مهمه. میریم سراغ کار سوم، پیدا کردن اشتراک. دقت کردی وقتی خودتم به یه چیزی علاقه داری خیلی راحت میتونی راجبش حرف بزنی و دیگه تلاش نمی کنی؟ مسلطی بهش، میتونی کلی حرف جدید و بامزه در موردش بزنی. این منطقه راحتی توه. تو باید بعد از پرسیدن سوالات مختلف و گوش دادن به حرفای اون شخص
بتونی نقطه های مشترک بین خودت و اون آدم رو پیدا بکنی تا بتونی مکالمه رو به اون سمت هدایت کنی. اون وقت دیگه هیچ استرس و نگرانی نداری که مبادا حرف کم بیاد. مکالمه خیلی راحت و آسون پیش میره. با تمام اینا بازم ممکنه گاهی اوقات یه مکالمه به سکوت ختم بشه. یاد بگیر که این یه سکوته و آخر دنیا نیست. باید بتونی این فضا رو دوست داشته باشی و یاد بگیری باهاش راحت باشی. ولی اگه این 3 کاری که گفتم رو انجام بدی، مکالمه هات خیلی آسان تر از دفعه قبل پیش میره و میتونی راحت تر با همه صحبت بکنی. یادت نره که چنلم ساب بکنی. فعلا.